سلام. معرکه‌گیری جدید حکومت آخوندی در برابر مردم پدیده‌ای است به اسم حجاببان. یعنی همونطور که میگیم نگهبان، اینا میخوان مثلا حجاب رو ببانن. پدیده حجاببان که اخیراً تصاویر ازش هم منتشر شده، یعنی یه تعدادی با اونیفرم مشخص توی بعضی ایستگاه‌های مترو مثل اینجا تو چهارراه ولیعصر جمع شدن، تونل تشکیل دادن که هر کسی که از جلوشون رد میشه و حجاب مورد نظر آخوندها رو نداره بهش تذکر میدن، که به این تصویر مردم لقب تونل وحشت دادن و فیلم‌هاش هم الان در اومده. من تو راه هم دارم میرم. آره باشه آره متوجه. این قضیه حجاببان رو یک بار تو اوایل تابستون 402 شروع کردن که بعد اون موقع رو شد که شهرداری تهران داره 400 نفر رو به عنوان حجاببان با حقوق ماهیانه 12 میلیون تومان توی متروها مستقر میکنه، که البته بعد از ماجرای آرمیتا مجبور شدن همه رو برای مدتی جمع بکنن. الان که آبها از آسیاب افتاده و تحت الشعاع جنگ افروزی در منطقه، دوباره حجابان‌ها رو راه انداختن که ملت رو اذیت کنن، ولی این بار از همون اول کار یه موج منفی در درون نظام علیه این ماجرا راه افتاد. که سرکار خانومی که تونل تشکیل دادی، حضراتی که اونجا ایستادید عزیزم شالت میگید، فردا روزی اگر اتفاقی افتاد، اینا که گفتن که شما نیروهای خودجوش مردمی هستی، شما قسم حضرت عباس بخوری که فلان نهاد به من گفته، کسی تو رو گردن نمیگیره. چه جهالتیه. هر لحظه ممکنه اتفاقی که برای آرمیتا افتاد در یه تذکر بیفته. مگه نمیشه؟ نکته اینجاست که این دور هیچ کدوم از مقامات حکومت جرئت نکردند این صحنه بیریخت رو رسما به گردن بگیرند و از همون اول کار شروع به دادن سیگنال های ضد و نقیض کردند. مثلا زاکانی که به اصطلاح شهردار تهران گفت شهرداری مجوز این کار را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. طبق گفته این شما باید فرض کنی که توی روز پاییزی یه عده خودجوش همه با هم یه نوار حمایل یک دست با لوگوی مشخص تهیه کردن، بعد به طور اتفاقی همه اومدن تو متروی ولیعصر بدون هیچ هماهنگی قبلی و شروع کردند به گرفتن پاچه مردم. یه آقایی هم گذاشتن اونجا که هر کسی که گوش نکرد ازش عکس بگیره. خب ببین این داستان رو هیچ کس تو سال 402 ازت باور نمیکنه. ملت چی رو باور میکنن؟ اینکه تو داری دروغ میگی. حالا این دروغ داشته باشید. بعد رفتن سراغ پاسدار وحیدی که مثلا وزیر کشوره. آیا مجوزی وزارت کشور داده شده تو این موضوع؟ چون شهرداری اصلا اطلاعی داره از این موضوع. ببینید ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام میکنن و کارشون در چارچوب امر معروف و نهی از منکره. آقای دکتر مجوزی راجع به این موضوع صادر نکرده. اصلا نیازی به صدور مجوز نداره. این امر معروف و نهی نیازی به مجوز نداره. این که اینجا خیلی اظهار بی اطلاعی میکنه و ظاهرا و احتمالاً میکنه، بلافاصله بعد از همین مصاحبه رسانه‌های باند رقیب ازش سند رو کردن که مجوز چیه؟ ابلاغیه داده با امضای وزیر و وزارت کشور از 6 ماه پیش که بله از ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به مراکزی مثل ایستگاه‌های مترو جلوگیری شود، از متخلفین عکس برداری شود و ضابطین خودشون اقدام به تصویر برداری کنن. پس تا اینجا معلوم شد که این یارو پیشانی اتویی هم ابلاغیه‌شو داده هم 12 میلیونشو داده تا این نخودهای بسیجی خودشون جوش بیان. بعد که این سند رو شد دوباره همون پاسدار وحیدی اومد که با یه تعویض دنده حرفای قبلیش رو معالجه کشی کنه که آها اونو میگی، آره اون ابلاغیه رو دادیم ولی به گروه خاص ندادیم، به همه دادیم. اما در قضیه این که بعضی تلاش کردن نشون بدن که حرف من با ابلاغی متفاوته، اصلا اینجور نیست.
ما گفتیم مصداق خاص ما برای فعالیتی گروه نمیدیم. مثلا بگه آیه گروه کذا شما برو اونجا فعالیت امر معروف بکن. مثلا وظیفه ما نیست که ما بگیم برای تک تک فعالیت ما بخوایم مجوزی صادر کنیم. این به معنای این نیست که اونها نباید اون کار انجام میداد. اونها وظیفه امر معروفشون باید انجام بدن. تلاش برای این که سعی کنن یه تعارض گونه‌ای نشون بدن، بگن در مصاحبه یه چیز گفته شده، در ابلاغ اصلا اینجور نیست. ما ابلاغ عامه. اولا آقای دروغ، تو چند روز قبلش هم میگفتی ما مجوز ندادیم و گروه‌های مردمی بودن ظاهرا. الان که به تته افتادی میگی ابلاغی مخاطب خاص نداشته؟ یعنی ابلاغیه رو برای موش‌های توی جوی خیابون نوشتی انداختی توی جو؟ بابا توی این نامه مشخصا داری دستور میدی به ضابطین که عکس بگیرن، ضابطین جلب کنن، ضابطین فلان کنن. بوقلی اگر این حجابان‌های 12 میلیونی ضابطین نیستن پس چی ان؟ فقط اجازه تذکر دارن درگیری؟ بله، وظیفه اونها تذکر زبانی است که من در همه صحبت‌هام اشاره کردم. ازشون قدردانی و تشکر می‌کنیم. گروه امر معروف می‌خواد فعالیت کنه، ما می‌خوایم مجوز بدیم. خب یکی میاد توی مترو می‌خواد گل بده، یکی می‌خواد تذکر زبانی بده. اینها در چارچوب‌های قابل قبوله. بله، خارج از تذکر زبانی اون موضوعش متفاوته. تا اینجاش میگه اونا دارن گل میدن، بلبل میگن که انگار یه فضای تفریحی ایجاد کردن. آخه کرفس، از توی همین فضای تفریحیتون تا همین الان هم مهسا در اومد هم آرمیتا. بعد تونل وحشت شما که فقط تذکر نیست، دوربین گذاشتی اونجا داری عکس میگیری. مجوزهای قانونی کار می‌کنن. ببینید در رابطه با عکس برداری که حالا بعضی من دیدم اشاره کردن یا فیلم برداری، ببینید اصل این ماجرا شما مثل این است که شما بگید آقا از کسی که داره سرعت زیاد میره چرا پلیس فیلم برداری میکنه؟ خب این همه دوربینایی که تو جاده ها تو راه ها گذاشتن برای چیه؟ برای اینکه تخلفات رو تشخیص بدن، دونه دونه رو لازم نباشه مأمور یا کسی کنترل کنه، توسط دوربین کنترل میکنن. چی شد؟ تا همین 2 دقیقه پیش که میگفتی گروه مردمی بودن به ما ربطی ندارن، بعد یهو الان شد دوربین حکومتی مثل دوربین‌های شهرداری برای گرفتن متخلف؟ خب همینه دیگه، دوربین گذاشته مثلا معلوم میشه فلانی فلان خطا رو کرد. لذا اینکه شما از مسیر دوربین تو فضای عمومی بخواید متخلف رو شناسایی کنی، کسی که قانون رو رعایت نمیکنه، اصلا یه امر عادی و طبیعیه و الان سالیان سال تو کشور داره انجام میده. ولی خب دوربین ها یکی از راه‌های راحته برای که اگر کسی خلاف ضابطه یا خلاف قانون کاری انجام داد شناسایی میشه، حالا تو هر حوزه‌ای. اینا کاملا امر روشنی است که من تعجب میکنم که چرا یه افرادی دارن این بدیهیات رو زیر سوال میبرن. کاملا روشن. و به این ترتیب تاریخ وقاحت به قبل و بعد از این جمله تقسیم میشه. آخه لعنتی، تو خود داشتی میگفتی که فقط تو کادر تذکر زبانی میتونن فعالیت کنن و بیشتر از اون دیگه متفاوته. بعد داری میگی عکس گرفتن جزء بدیهیاته؟ تو این مملکت کی میتونه بدون مجوز با دوربین سپاهی تو اماکن عمومی فیلم بگیره؟ الان من و شما میتونیم این دوربینا رو برداریم بریم توی مترو شروع کنیم فیلم برداری کردن؟ یعنی که از حراست و آسمون و زمین نیرو میرسه هممون رو خف میکنن دیگه. شما دوستان هنری میدن یه جا میخوان فیلم برداری کنن چند جا باید مجوز بگیرن؟ و چطور میشه دوربین میذارن اینا وای میسن تونل هدایت و تونل وحشت و تونل این چیزا درست میکنن، بعدم میگن خودجوشه. خودجوشش یعنی چی؟ مستر وقاحت که میگی فیلم گرفتن از تخلفات جزء بدیهیاته، تو همین مملکت هر کی که از یک متخلف فیلم گرفت شما به جای متخلف فیلم بردار رو گرفتید. آخونده داره پیرزنه رو میزنه، برخورد قانونی با انتشار دهنده فیلم. با موشک زدی به هواپیمای اوکراینی، 176 نفر رو کشتی، بعد اونی که اتفاقی از این صحنه جرم فیلم گرفته اونو دستگیر کردی. بدیهی کجا بود؟ مسئله دوم بحث آمران به معروف و ناهیان از منکر هست. اینها هم وظیفه دارند و دستگاه ها هم موظفن از اونان حمایت کنن. حتی در قانون مربوطه، قانون حمایت از آمران معروف و ناهی از منکر، اگر کسی مانع انجام فعالیت اونها بشه مجازات میشه، یعنی براش جرم‌انگاری شده برای کسانی که مانع از فعالیت اونها. همین الان باز تاکید میکنیم ما از همه
حامیان امر و معروف و ناهیان از منکر در همه موضوعات و من جمله حالا بحث عفاف حجاب است حمایت میکنیم. وقتی دهنتو باز میکنی باید معنی کلماتت رو بفهمی. البته میدونم که تو نفهمی، ولی آقای نفهم، اگه قرار به نهی از منکر باشه، اونم توی همه زمینه ها، ملت همه جوره تشنه نهی از منکرن. چون دزدی و غصب مال هم یه نوع منکره. اختلاس میلیاردی چایتون هم الان ترنده. تازه این فقط یه قلم پول چایتون بوده. قتل نفس هم یه نوع منکره. ضرب و جرح هم یه نوع منکره. دروغگویی، تو که خودت مجسمه منکری. و از همه مهمتر خیانت در امانت. اصلا کل حکومت شما از همون اول شروع کرد با خیانت به اعتماد مردم. این بزرگترین منکره. نهی از منکر خودجوش که میخوای اینه که یه ملتی با وجود اینکه میدونن ممکنه گلوله بخورن اومدن میگن مرگ بر منکر اصلی. نهی از منکر اگر میخوای این جوونان که دارن لانه تولید منکر رو میترکونن. دست آخر سوالی که میمونه اینه که این جماعت حجابان میخوان چه هدفی رو برآورده کنن؟ اگر به قول پاسدار وحیدی میخوان نهی از منکر کنن که یکی از شروط نهی از منکر اینه که احتمال بدن که نهی از منکر اثر کنه. حالا اینکه وایسی توی ایستگاه مترو ملت رو به خاطر انتخاب پوشششون اذیت کنی چه اثری داره؟ من بعید بدونم خیلی از اینا قربت الله باشه. چون اگه قربت الله باشه باید بره فقه بخونه. وقتی که فقه خون میفهمه که آقا این کار من چه کار مزخرفیه. یعنی الان چی؟ الان مثلا من احتمال تاثیر میدم عزیزم شالت این شال چه میندازه بعد میره بیرون جلوی مترو شالش هم سفتر میکنه بعد میره سری مقنعه میخره یا میاد بیرون شالش بعد برمیداره دیگه. شما من نیرو مردمی نیستید. میگه عزیزم شالت اونم میگه قربانت. خب بعدش چی میشه؟ نه من میگم عزیزم شالت اون بگه قربانت اون میگه قربان شالش یا پروسه است. آقا زشته به خدا قسم ما از 402 خلاصه اینکه این قضیه حجابان هم یکی دیگه از اون طرحهاییه که آوردن تا باهاش مثلا دردی از عظما و نوچه هاش دوا کنن، ولی بیشتر به نظر میرسه که روی دستشون مونده. این حجابانا هستن فله وای میستم توی مترو تذکر میدم حاجی سرشون دعواست. هیچکی اینا گردن نمیگیره. ستاد میگه ما نداشتیم. نیرو انتظام میگه کار ستاده. حاج آقا هم میگه خودجوشن. دفتر فلان میگه ما حقوقشون رو نمیدیم از یه جا دیگه میگیرن. یه جای دیگه میگه نه اینا اگه کسی رو کتک بزنن به ما ربطی نداره. خانم و آقای حجابان داری با خودت چیکار میکنی؟ اینایی که تو رو گذاشتن حجاب ببانی ببین خودشون تو رو گردن نمیگیرن که هیچی تهش همه جناب مسئولا میرن کانادا مانادا تو میمونی یا مردم ها؟ عزیزم 12 میلیون تومن ارزششون نداره. به خدا دم همون مترو جوراب بفروشی هم شرافتمندانه تره هم پول بیشتر در میاری. بله پس به نظر میرسه که عظما از هر طرف که میچرخه و با هر طرحی که میخواد یه گوشه نظامش رو تعمیر کنه بدتر یه فنر دیگهش از جا در میره. وقت بخیر و خدا نگهدار.